سلام، امروز میخوام داستان یه غول زشت رو براتون تعریف کنم به اسم شرک. شرک غول زشت تنها بود که تو با اطلاقش زندگی میکرد. داستان از جایی شروع میشه که شاه فارکواد 150 سانتی تعدادی از موجودات عجیب غریب و از شهر تبعید میکنه. شرک در حال انجام کارهای روزمره خودش بود که با یکی از اون موجودات آشنا میشه. شرک که در حال فرار از سربازان فارکواد بود، شرک که سربازها رو فراری میده و خر رو نجات میده. خر در حالی در تلاش بود برای نزدیک شدن به شرک که با هم نزدیک باطلاق شدن. اونجا بود که شرک متوجه شد تمامی موجودات تبعیدی وارد باطلاق او شدند. شرک هرچی داد و فریاد کرد نتونست تبعیدیا را از خونه خودش بیرون کنه، چون تبعیدیا جای دیگه ای نداشتن واسه رفتن. برای همین تصمیم گرفت با خری که از دست مأمورها نجات داده بوده پیش شاه فارکواد در تا خونش رو پس بگیره. در همان زمان آیین جادویی که مشاور شاه فارکواد بود به او گفت تو باید برای تبدیل شدن به یک پادشاه کامل با یک شاه دخت ازدواج کنی. بعد آیین به شاه چند پرستش را نشان میدهد که فارکواد بین آنها فیونا را انتخاب میکنه. فارکواد متوجه میشه که فیونا توی یک قصر توسط اژدها زندانی شده. فارکواد بین سربازان خودش مسابقه برگزار میکنه که هر کسی که پیروز شد میتونه فیونا رو از اون قصر نجات بده. بر همون زمان شرک وارد قصر میشه. فارکواد به سربازهاش مسابقه اینه که این غول سبزو بکشی، ولی تمام سربازهای کتف چاپ شرک و نمیتونن بگیرن و شرک تمام سربازان و میکو. فارکواد تصمیم میگیره که خود شرکو برای نجات بفرسته و در عوض اگه تونسته فیونا رو نجات بده اونم باطلاق شو بهش برگردونه شرک. و خر به قلعه میروند و مورد حمله اژدها قرار میگیرند. شرک فیونا را پیدا میکند. فیونا که آماده بوسیدن شرک بود، از اینکه شرک اونو نبوسید برگشت میریزه. موقع فرار اژدها عاشق خر میشه. زمانی که شرک کلاه خودش رو برمیداره، فیونا با دیدن قیافش متوجه میشه که اون یک غول. فیونا لجبازی میکنه و از شرک میخواد که بره به شاه بگه خودش بیاد دنبال فیونا، اما شرک حرفهای فیونا رو حواله میکنه به وینیش و اونا با زور خودش بلند میکنه میبره به سمت شهر. وقتی که شب میشه و اونا کمپ میزنن، فیونا به تنهایی میره توی غار و شرک و خر بیرون غار کپ کرده بودن که شرک به خر میگه منا به خاطر ظاهرم زیاد قضاوت کردن برای اینه که من همیشه تنهام. فیونا که صحبتهای شرک و شنید تصمیم گرفت با شرک مهربون تر باشه. فردا رابین بود و دوستای راهزنش که شرک و خرادب بسته بودن به درخت در حال سرقت از اونا بودن که فیونا میاد و مثل سگ اونا رو میزنه. همین اتفاق باعث علاقه شرک به فیونا میشه. همون شب فیونا و توی آسیابادی میگذرونه. خر به تنهایی مثل خر میره تو آسیا و میفهمه که فیونا هم مثل شرکی دیو، حتی زشتر از شرک. فیونا توضیح میدهد که در دوران کودکی طلسم شده و هر شب به یک غول تبدیل میشود، اما در طول روز به شکل انسانی باز میگردد. او میگوید که تنها بوس عشق حقیقی میتواند طلسم را بشکند و او را به شکل حقیقی عشق تبدیل کند. شرک پشت درد بود و میخواست به حسش راجع به فیونا اعتراف دهد که حرفهای فیونا رو با خر اشتباه متوجه میشه و فکر میکنه که فیونا به اون میگه هیولای زشت. شرک که فکر میکند فیونا درباره او صحبت میکند عصبانی شده و شبانه آنجا را ترک میکند. صبح روز بعد او با فارکواد باز میگردد. فیونا که از رفتار سرد و ناگهانی شرک گیج و آزرده شده است، پیشنهاد ازدواج فارکواد را میپذیرد و درخواست میکند که مراسم قبل از غروب آفتاب برگزار شود. شرک با خشم خر را از خود دور میکند و به باطلاق خالی خود باز میگردد، اما به زودی متوجه میشود که بدون فیونا احساس بدی دارد. به خر برمیگردد و ماجرای اون شب را برای شرک توضیح میدهد. آنها با کمک اژدهایی که الان زید خر شده به شهر دولاک سفر میکنند. شرک درست قبل از پایان مراسم عروسی وارد میشود و به فیونا میگوید که فارکواد فقط برای تبدیل شدن به پادشاه با او ازدواج میکند. در غروب آفتاب فیونا به یک غول تبدیل میشه. فارکواد دستور اعدام شرک و فیونا رو میده
ولی در همون لحظه اشتها وارد میشه فارکوات رو میخوره. شرک فیونا رو میبوسه و طلسم رو باطل میکنه. اونا برمیگردن باطلا. با حضور افراد تمهیدی ازدواج میکنند و میرن ماه عسل. خوبستان داستان تموم شد. حتما نظراتونو واسم کامنت کنید.